حين ولدت أعطيت. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. خسته نباشید، خدا قوت بده بهتون، انشالله که همیشه ثابت قدم باشید در این راه. سلامت باشید. شما و تمام بیننده های عزیزتون سلام عرض کنم. آقا ما دیدیم، ما اگه بخوایم زنگ بزنیم به این برنامه شما، چون این برنامه خاص ما هاست دیگه، به قول گفتنی کم لطفی کردیم اگه زنگ بزنیم. سلامت باشید. حالا اجازه دو تا مطلب هست ارائه بدم. بفرمایید. الهی از غافلانیم نه از کافران، نگه دار تا پریشان نشویم و در راه دار تا سرگردان نشویم. بار الها مرا ببخش به خاطر همه درهایی که زدم ولی هیچ کدام خانه تو نبود. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد خود افشا کن، مداوا کردنش با من. بیاور قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من. الله اکبر. به ما او حاجت خود را اجابت میکنیم آنی، طلب کن هرچه میخواهی مهیا کردنش با من. الله اکبر. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، یا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. تو توبه نامه را بنویس، امضا کردنش با من. الله آیه انصاری ببخشید تو را خدا. و در خاتمه دیگه چون 13 رجب نزدیک و برادرای ما همه خیلی اعتقاد دارن، یک کلام میگیم برو ای گدای مسکین در خانه خدا زن، که علی همیشه میزد در خانه خدا را. الله اکبر. روز شما به خیر باشه ان شاء الله. خدا الله متعال افسون کنه. تشکر از شما آقا محمد بزرگوار.